بابا چیکار میکنی؟ دارم کوره جنگلی میسازم. خوبه؟ چجوری کار میکنه؟ چجوری؟ به همین راحتی. این پایشه. پایشو میزنی تکون نخوره. اینم مخزن سوخت مایع یا خاکستر جمع کنه. اینم خوراک‌پزی. اینجا هم جای کتری. اینم جای هیزم. روشن شدهش هم یه فیلم واسهتون میگیریم الان میذاریم. بالاخره روشن شد. بله بفرما جلو. میذاریم بغل گرم بمونه آروم آروم دم میکشه. اینم شعله. اینم میذاریم غذامون رو بپزیم. هیزماتون هم که داره میسوزه.